اما ناگهان یک تقدیر ناگزیر، یک تصادف. دوشنبه 24 بهمن ساعت 4:30 بعد از ظهر، و در زمانی که فروغ به آن درجه از محبوبیت که سزاوار صمیمیت اوست رسیده است، در آن زمان که فروغ با وجود آینه‌های بیشمار ستایشگر خود را گم نکرده است و همچنان در وحدانیت صمیمی خود باقی مانده است، انگار که باد خبر او را با خود به همه شهر میبرد. همان شب و فردای تصادف روزنامه ها با تیترهای درشت می نویسند: فروغ فرخزاد در تصادف اتومبیل کشته شد. مرگ بر اثر ضربه مغزی و شکستن جمجمه بود و صعود تیراژ روزنامه ها و مجلات نشان می دهد که چگونه از دست رفتن فروغ دوستداران شعر او را داغدار کرده است. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خونبوی بنگ و افیون میداد. مرداب‌های الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرفنای خویش کشیدند و موش‌های موذی اوراق زرنگار کتب را در گنجه‌های کهنه جویدند.
خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گم شده ای داشت. آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشق‌های خود با لکه درشت سیاهی تصویر می نمودند. بیچاره مردم دل مرده و تکیده و مبهوت در زیر بار شوم جسدهاشون از غربتی به غربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشون متورم می شد. گاهی جرقه ناچیزی این اجتماع ساکت بیجان را یک بار از درون متلاشی می کرد. آنها به هم هجوم می آوردند. مردی گلوی زنش را با کارد می برید و مادری یکایک اطفالش را در آتش تنور می افکند. آنها غریق وحشت خود بودند و حس ترسناک گناهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود. پیوسته در مراسم اعدام وقتی تناب دار چشمان پرتشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می‌ریخت، آنها به خود فرو می‌رفتند و از تصور شهوتناکی اعصاب پیر و خسته‌شان تیر می‌کشید. اما همیشه در حواشی میدانها این جانیان کوچک را می‌دیدی که ایستادند و خیره گشتند به ریزش مداوم فواره‌های آب. شاید هنوز هم در پشت چشم‌های له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مغشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش می‌خواست باور کند صداقت آواز آب را. شاید ولی چه خالی بی پایانی. خورشید مرده بود و هیچ کس نمی‌دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب‌ها گریخته ایمان است. آهی صدای زندانی، آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ آهی صدای زندانی، ای آخرین صدای صداها.